در شرایطی که خیلی ها نه هنری دارن و نه مهارتی، من از مهارتی که دارم چطور پول در بیارم؟ این سوالیه که اگر درست بهش پاسخ بدی میتونه نتایج خوشایندی برات داشته باشه. میخوام یک راهکار ساده بهت بدم. ببین مهارتی که داری چه نیازی رو هر چند کوچیک از جامعه اطرافت برآورده میکنه. سراغ دارم خانومی رو که ژله های با طرح‌های مختلف تولید میکنه، با یک رستورانی که فروش خوبی داره شروع به همکاری کرده و ژله های خوشمزه و خوشگلش رو در کنار دسرهای دیگه میفروشه. و باز یک آقایی که کاشت و تکثیر گل‌های آپارتمانی رو خوب بلده، با مدیران چند مجتمع وارد مذاکره شده و بنا شده گل‌های آپارتمانی و البته متناسب با نوری که آپارتمان‌های اونها دارن به اونها بفروشه، که البته این مجتمع‌ها تعداد آپارتمان زیادی هم دارن. باز یک آقایی که کاشت و تکثیر گل‌های خونگی رو خوب بلده، با مدیران چند مجتمع وارد مذاکره شده تا برای آپارتمان‌های اونها که البته تعدادشون کم هم نیست گل‌های آپارتمانی متناسب با نوری که دارن بهشون بفروشه. و احیانا سایر مهارت‌هایی که هیچ توجهی بهش نداریم. دوست من خودتو دست کم نگیر، زیر این پست کامنت کن چه مهارتی بلدی تا من راهنماییت کنم.